زن یه تخم مرغ رو توی دستاش میگیره و فشارش میده، اما داخل تخم مرغ هیچی نیستش. اون پشماش میریزه اینو میبینه. بعدش همه تخم مرغا رو برمی‌داره و همه‌شون خالی‌ان. این شادترین محله عالمه، چون که همه مردا یه شغل خیلی خوب دارن و یه زن دافولی ناز و ماشین و خونه و غذاشون هم همه توسط رئیس اونجا مفتی براشون تامین میشه. ولی همه این مردا برای یه کمپانی خاص کار میکنن و هر روز صبح سوار ماشینشون میشن و میرن و زناشون هم هر صبح میبینن که شوهراشون اونجا رو ترک میکنن و براشون دست تکون میدن. بعدش زنا زندگی روزانه‌شون رو شروع میکنن، خونه رو تمیز میکنن، بعدش هم یوگا و چای زعفرونی لب استخر. تا اینکه اون روز یه زن یه سوالی میپرسه توی مهمونی که همه جمع شدن. یکی از زنا میپرسه چرا ما اینجا هستیم، ولی رئیس اینجا شروع میکنه به سخنرانی و همه این سوال یادشون میره. ولی یکی از زنا که این سوال یادش نرفته، روز بعد شوهرش رو راهی میکنه و مشغول کارهای روزانه خونشه. ولی این ایده به سرش میزنه بره اطرافو نگاهی بندازه، ولی چیزی که میبینه شوکش میکنه.